چون مزم تیار دال میشه. نوش جان لالا جان. بسیر بچه چطور شد کارایت؟ وظیفه نیافتی؟ امروز خود رفته بودی؟ نه پدر، وظیفه نیافتم. شاروالی هم رفته بودم، اما نان خو میخور. تو مردکه نمی سر نان خوردن شروع میکنی، نماندی که بچه نان بخوره. ما خود کدوم گپ بد نزدیم. مادر جان، ایشام هیچ روز نمیشه. درس بود خواندم، پنسون با چقدر مشکلات خلاص کردم. و هر جایی که رفتم برم میگن واسطه یا پیسه داری؟ آیا دی وطن واسطه و پیسه کل کارم میکنه؟ لیاقت هیچ در نظر نیست. باز پدرم دیدی همیشه یاد میکنم من چقدر کوشش کردم که کار پیدا کنم. بلا در پسش کتی وظیفهش تو یک کار آزاد کو، کاروچیکه که پدر تا بکش یک ذره سیب چیز پرتو در بزرگ کار آزاد کو. بچه دنیا در جانت نرسه، هیچ جگر تخون نکو جان مادر خود. برو کو بری. احمد عارف نوری هستم، رئیس انجمن سینماگران جوان افغان و همچنان کارگردان. فیلم ولگرد در کل روایتگر از شرایط امروزی افغانستان است و از دید ما سناریو و داستان فیلم یک عبرت یک به خود دولت افغانستان است که باید جوانایی که تحصیل میکنن، درس میخونن، هیچگاه وار نباید نامید شوند و تحصیل کنن. تحصیل که میکنن باید زمینه کار برشان مساعد شود. از دلیل داستان واقعا من بسیار خوش آمد و فیلم ولگرد نقش بصیر مجاهد، نقش حسنا سادات، تمنا عتیق، قیس حبیبی واقعا بسیار عالی. همه در کل غفار و قطبیار کرکترها بسیار زیبا تمثیل کرده بودند. هرچند که فیلم از 4 سال پیش است تولید شده، 4 سال پیش است از تولید شده، سال 2017 نیست، اما واقعا با همچون فیلم ها میشه سینما افغانستان امیدوار شد و بصیر مجاهد همیشه فیلم های خوب به بازار تقدیم کرده و فیلم ولگرد هم یک فیلم های خوب بصیر مجاهد است. داستان است که درباره یک از زیادتر مسئولین است، مسئولین ما که تحصیل میکنن و سرنوشتشون معلوم نمی باشن روی از اینا میچرخه و بسیار زیاد از بصیر جان مجاهد خوش هستم چون واقعا در کنارشان کار کردیم یک جای واقعا خدا بسیار زیاد راحت احساس میکنم و خوش هم هستم که در فیلم ولگرد و دومین فیلم ماست که همراه بصیر جان کار کردیم. آروم صدیقی هستم، شاید به چهره دوست آشنا باشم. فقط در کل یک فیلم عالی بود، یک فیلم خوب بود. من در نخست فیلم به تمام کسایی که در فیلم زحمت کشیده تبریک میگم. داستان فیلم بسیار عالی بود که شخصا مرا خوشم آمد و هنرپیشایی که نقش بازی کرده بودن، قطبیار صاحب، سید بیران صاحب، خود جناب مجاهد صاحب، همشان عالی درخت شده بودن. بسیار عالی بود جناب مجاهد صاحب. اکشنای فیلم البته مرمی جنگی شخصا مرا خوشم آمد، فایتش هم عالی بود، زیاد زحمت کشیده بودن. در افغانستان مشکل است، مجبور با یک کامرا و با بسیار امکانات کم بسیار چیز عالی جور کرده بودن. هر جوانی، هر هنرپیشه که کار میکنه، هر فیلم قبلیش کرده که فیلم بعدیش عالی نبود هیچ باید کار نکنه. خوشبختانه از کارهای مجاهد صاحب مرا از فیلم اولش کرده، دومش بهتر است، دومش کرده، سومش و این فیلم از کل فیلماش کرده به نظر ما بهتر بود. حسنا هستم، سلامت تخلص میکنم. فیلم ولگرد اولین کار ما بود در مقابل بصیر جان مجاهد
و اولین کارم است و آدم هیچ وقت کار خود بد نمیگه و یکی از عالی‌ترین فیلم‌ها است واقعا که مدت 4 سال شد اما زحمات زیاد را کشید بسیار جان تا که بتونه در این فضای افغانستان فیلم تمام شد و من از صمیم قلب بر بسیار جان این فیلمش مبارک میگم که با بسیار مشکلات این فیلم است داشت. خیلی راحت بودیم. وقتی که ثبت فیلم میرفتیم باور کنید یکی از روزای خوب می بود. مکمل تیم فیلم بسیار راحت، بسیار خوش، امر کارگردان بسیار خوش بودیم.